کتاب بیگانه اثری شگفت از آلبر کامو است. در رمان بیگانه آلبر کامو خود را روبروی مرگ قرار می دهد و سعی می کند مشکل مرگ را برای خودش و برای خوانندگانش حل کند. در جامعه ما هر آدمی که سر خاکسپاری مادرش نگرید خودش را در معرض این خطر در می آورد که محکوم به مرگ شود. این جمله معروف آلبر کامو در مقدمه کتاب بیگانه است که در سال 1942 منتشر شده است. بیگانه داستان یک مرد درونگرا به نام مورسو را روایت می کند که مرتکب قتل می شود. مورسو کارمند فرانسوی اهل الجزیره است که از دروغ گفتن خودداری می کند. در ابتدای داستان او از طریق تلگرام متوجه مرگ مادرش می شود. رفتار مورسو در مراسم خاکسپاری، خوردن قهوه و سیگار کشیدن او بعدها به ضررش تمام شده و به علاوه هنگامی که به اتهام قتل تحت تعقیب است، علیه او استفاده می شود. مورسو انسانی است که روند جامعه پذیری را آنگونه که باید طی نکرده. او به همه چیز به غیر از خوشی‌های حسی بی توجه است. به گفته خود کامو، مورسو نمی‌تواند یا نمی‌خواهد در بازی همگانی شرکت کند. جایی که گریستن بر سر خاک مادر تبدیل به هنجار شده، مورسو صادقانه هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد، چون مرگ برای او اصلی و پذیرفته شده است. بیگانه شناخته شده ترین کتاب آلبر کامو است که در نظر ژان پل سارتر بهترین کتابی است که از متارکه جنگ تا کنون منتشر شده است. کتاب بیگانه جامعه پایان جنگ جهانی دوم را به شدت متأثر می کند. این کتاب نقدها و تحقیقات بسیاری را در مراکز دانشگاهی و خارج از آن به خود اختصاص داده است. کتاب بیگانه را می توان با نقد فلسفی، جامعه شناسی، تکوینی و دیگر نقدها حتی پسا استعماری بررسی و مطالعه کرد. نام کتاب بیگانه، نویسنده آلبر کامو، ترجمه جلال آل احمد، انتشارات ادیشنز گالیمارد، سال انتشار 1942، اجرا نیلوفر شاطری، ویرایش و بازبینی قاسم قرداغی، تاریخ اجرا اردیبهشت 1399، موضوع رمان فلسفه، پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com